دیروز اولین مسابقات جهانی سکس به میزبانی پاتایا برگزار شد و تیم ملی ایران با 18 طلا و 3 نقره و 2 برنز. درود به همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه، لباتون خندون باشه، جیباتون پرپول باشه. ظهر جمعه دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. ظهر جمعتون بخیر باشه. امیدوارم هفته‌ای که میاد پر از شادی و خوشی و خبرهای خوب باشه براتون. آقا چند وقت پیش شنیدید دیگه، سوئد سکس رو به عنوان یه ورزش انتخاب کرد که گفت آقا از این بعد قراره مسابقات جهانیش هم برگزار بشه و شد و ایرانیام توش حضور پیدا کردن. پس خوش اومدید به اخبار ورزشی مسابقات جهانی سکس. به اخبار ورزشی این ساعت خوش آمدید. افتخار آفرینی کاروان ورزش ایران در مسابقات جهانی سکس. دیروز اولین مسابقات جهانی سکس به میزبانی پاتایا برگزار شد و تیم ملی ایران با 18 طلا و 3 نقره و 2 برنز کار خودش رو تو این مسابقات به پایان رسون. در رشته سکس استقامت نماینده ایران با 24 ساعت تلمبه مداوم تونست رکورد جهانی رو جابجا کنه، اما متاسفانه به دلیل استفاده از شیره درجه یک کابل دوپینگش مثبت شد و از دور مسابقات حذف شد. در رشته سکس سرعت رده‌های اول تا دهم هم به ایرانیان تعلق گرفت. نمایندگان ایران با ثبت رکورد انزال کمتر از 300 ثانیه باعث حیرت جهان در این رشته شدند. یکی دیگر از رشته‌های مدال‌آور برای ایرانیان لیسیدن بود. رئیس فدراسیون سکس آقای پروفسور عموجانی در مصاحبه‌ای ضمن ابراز شگفتی بسیار اذعان کرد که با توجه به سابقه تاریخی لیسیدن در ایران باید برای سالها مدال طلای این رشته را برای ایرانیان کنار بگذاریم. در رشته تلمبه سرعتی نیز نماینده ایران توانست مدال نقره را از آن خود کند. این ورزشکار ایرانی در مصاحبه خود چنین گفته که من واقعا شرمنده تمام مردم ایران شدم. دوست داشتم مدال طلا بگیرم و بیشتر دل مردمم را شاد کنم، اما با توجه به فشار مسابقات و مصدومیت از ناحیه کمر نشد. اما ضعیف‌ترین بخش برای ورزشکاران ایرانی هنرهای پوزیشنی بود که ورزشکاران ایرانی در این بخش تنها با اجرای 3 حرکت پوزیشن داگی، درازکش ساده و درازکش از پشت با نماینده کشور جیبوتی به صورت مشترک در رده آخر قرار گرفت. این بود گزارش کامل از مسابقات جهانی سکس. تا تلمبه دیگر و قلمبه دیگر، بدرود. خب بچه‌ها، اینم از مسابقات جهانی سکس. امیدوارم اخبار ورزشی این ساعت مورد پسندتون قرار گرفته باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم خندیده باشید. من واقعا خودم رو حفظ کردم که نخندم، چون 6-7 بار این متن رو خوندم و واقعا جر خوردم. امیدوارم دوست داشته باشید. امیدوارم حالتون همیشه عالی باشه، شاد باشید کنار خانواده هاتون، دلتون، لباتون، جیباتون پر از پول و دلخوشی و سلامت. خلاص کلی آرزوهای خوب دیگه. بوس بهتون، عاشقتونم. خدا نگهدار.